آن هرم را می نمایه. توجه بکنید یونان باستان نیست، این مصر باستانه. حواست باشه این مصر باستانه که تلقی خودش رو بر روی دیوارها کشیده. توجه اگه تو بکنی، اگر تو نگاه بکنید که حجم نداره، اینا دو بودی هن. تمام ابرقدرت ها دو بودی هن، سه بودی نمیتوانند عمل بکنند. مصر باستان رو ببین، عقدهش رو از حجم تو هرم خلاصه کرد. گفت بیا من حجم درست کردم. ببین حماقتش رو ببین. ایجیپت انشنت از گیلان خواهی ظهور کنه، عشان خانه هایشان رو به شکل اهرام ثلاثه درست کردی. چرا؟ فکر بکننه به شکل هرم. چرا فکردیدی؟ عشان فکر کردیدی که ان خانوانی که خدایشانه خواهی خانه‌ای بکنه ان سقف هرمی شکله. الان تو آیه بدین چه شکلیسه؟ چه کنی حرکته؟ گیلان هم به جای دیگه یه مقدار از نظر مذهبی راست میگه، فرق میکنن. دقیقا متفاوتن. شما اگه توجه بکنید اینها از مصر باستان مهاجرت کردن آمدن اینجا، گیلانیا. آن هرم میسازه شبیه سقف این خانه توجه نکردی تو.